ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتار 17 را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. سحر نسیم با ما شریک نشد و لباسهای کاریش را پوشیده در تنهایی از من خواهش کرد که بیگاه بعد سیاحت یگان بچه دلپور را گرفته خانه کمپیر محرم بیایم. یک کاری ثواب است، یاردم میرسانی آشنا. تبسم کنان گفت و راضی شدم، ولی در نهادم باز همان آتش شبهه زبانه زد. شیطانی، پنهان می‌داری؟ میدانم کار ثوابت که سفر به کردن است، گفتم خیالاً. بیگاه وقتی که دروازه نظرناگی را گشاده همراه حکمت لندهور به حولی در آمدیم، نسیم کلند در دست با حوصله لای می شورید. او نیم برهنه بود و 4 گوشه دست روی مالش را گره کرده به سر مانده. بدنی از شعله های آفتاب سیاه تاب گشته و روی و گردن عرقشارش از چرخسه لای پرخال شده بود. آمدی؟ اوه، باز خودت تنها نی. آفرین آشنا. او کلند را بلای غویتانده راست ماند و آمده از جوال پشمین رخرخ که لب لای خانه می استاد یک پنجه کاه نیشخورد گرفت و روی لای پاش داد و با پایش آن را سمزنان آواز برآورد. بام همین کمپیر را اندازه می کنیم. پولش خواست است؟ هزل‌آمیز گپی دلی مرا پرسید حکمت. به حد، جواب داد نسیم و چشمک زده خندان خندان افسود. به شما هم می رسد. همین دم از خانه پیرزنی خراب خمیده قامت برآمد که در دست کاسه جرخات داشت. ما را دیدن زمان روی پراژنگ او را یک خرسندی به انتها فرا گرفت. خوش آمدید پسرانم، ندا کرد او. درک نیافتم. صدقه خاک پاتونی، کو بالای کد بشینین یک پیاله چای بگیرین. کمپیر در حال خان کشاد و با میر به نسیم نگریست و دلسوزانه گفت: این بچه مهنت روزی عذاب کشید. خیر، الهی عمری درازی با برکت بیند، گفت او و چوبچه های جا جا ریخته روی حولی را چیده چیده سوی آتشدان رفت. این چی خیل پسر رئیس است؟ نمیدانم. در پیشانیش تنها کار نوشتند. مسخره‌آمیز گفت حکمت و سری زانو روی یک انداز نشسته کاسه را برداشت و سپس با کف دست لبانش را پاک کنان لقمه پرتافت. این خل جرغات مفت را من هم یابم؟
با جای 7 کس کار میکنم. حشر دعوت کنید نمی شود موما؟ بعدی اندکی خاموشی پرسید حکمت. در دیه جوانهای بیکار خوجه با قول بیهودگردی سکچران هم کم نی. یک زیافه دهید که را تلقا میکنند. پیرزن اول دم نزد. پریشان حال به تگی چایجوش علو در گراند. نهایت نفسی چقور کشیده خجالت آمیز گفت می شود پسرم. در لبان او خنده درد آمیزی عیان گشت و همان زمان ناپدید شد. در حشر مردم اشتراک نکنی کی به حشرت می آید؟ آرامانه گفت او و به خیال رفت. سپس مگر از گپی گفتهش پشیمان شد که با آهنگی دیگر شرح داد. نه می آیند، همه حرمت می کند. از همسایه ها گیله ندارم، لیکن جنگل بیروبو هم نمی شود. بعضیشان گپ می زنند. چی گپ می زنند؟ پرسیدم من. نسیم صرفه معنی دارانه کرد، یعنی کنجکاوی بس، اما دیر شد. تو هم بچه کلان داری می گویند. این گپشون حق. پیچی را زد کمپیر. تا که شهرگردی می کند. چی هم می گویی؟ موما باز لباس کهنه هست؟ آوازی نسیم سخن او را برید. هست بچم، همه چیز هست. غرغر کنان به خانه در آمد کمپیر و پس از فرصت دوشیم و کرته نیم داشتی آب شسته در دست از در بیرون شد و حسرت آمیز گپش را ادامه داد. بچه که شهرگرد شد سری آچش کل می شود می گویند. این گپ جان دارد. ما هم از نولی زاغ افتیدگی برین یک بچه داریم. از کودکی چی ناز و نوزی کرد برداشتیم. هرچی دلش خواست مهیا کردیم. گفتیم که به کمال رسد، عقلش به سر می زند و عصای دستمان می شود. کمپیر با شاخ جارب کاههای پریشان اطراف جوال را رفته علاوه کرد. 4-5 سال پیش مکتب تمام کرد و دوشنبه رفت. از چی باشد در لبان مامه محرم نیشخند پیدا شد. می خوانم و آمده جای دیرکتر می گیرم گفت. یارانش کیها برگشته صاحب کار و وظیفه شدند، لیکن خواندن بچه ما هیچ آخر ندارد. بعضی ها آوازه می کنند که نمی خواند، آواره می کردد. من یک آدمی پیر، راستش از کجا دانم؟ سال 1 یا 2 مراتبه مثل مهمان خانه می آید. گاو یا گوساله را برده می فروشد و پولش به کیسه می زند. دندان سفید نمی کنم. خیر، در جای غریبی به چشم شناس و ناشناس تشنه و گرسنه گشتن بچه عیب است. دل تنگ نگیر موما. بی پروا حتی نصیحت آمیز گفت حکمت. من در سایه دولتت گردد. حالی این عذاب فهمیدن دشوار بچه. با خنده تلخ گفت مامه محرم. فرزندت کلان در دم پیری از تنت جدا شود، بعد سوختن دل و جگری مامت می فهمی. نه، یگون چیز از بچه دریغ دارم خاکستر شود. تن و جانش صحت باشد برای من بس. من پس دیوار گذشته لباسهایم را عوض کردم و معنی دارانه به نسیم نگریستم
وی ظاهراً آنچنان بی‌پروا بود که گویا سخنهای پیرزن را نشنیده است و میل شنیدن هم ندارد. او لبولنج لای را با هوس با یک استاکاری جمع می کرد. حکمت هم شاید از تأثیر درد و علمهای پیرزن اکنون اندیشمند می نمود. مهر در چشم گفتند. آواز نرم کمپیر به گوش رسید. بچه که پرانچک و از چشم دور شد، مهرش تا رفت کم می شده است. وی به یک سیله گنجش که 5-6 قدم دورتر از لای خانه بین نیشخوردها چریق چریق کنان دان چینده به چوجه های نو پروازشان می دادند با تبسم اشاره کرد. بین دانه دهنش نخورده به بچهش می دهد. مادر ده، سینه رحم است، تقدیرش شمین. لیکن پگاه چوجهش پریده به کدام گوشه دیگر می رود. چی کار کند؟ دلی آچه به بچه، دلی بچه به کوچه می گویم. کمپیر دمی خاموش گشت. رفته چای آورد و خندان خندان علاوه کرد. اگر زنده مانم و صغیره یک بار دیگر به چنگم افتد، کاری میکنم که به خلاصکر زار شود. زنش میدیم. همیشه فهمیدم تا صاحب زن و فرزند نشود، تا بار زندگی به گردنش نه افتد، به خیالم آواره‌گردی را بس نمی کند. قوت و درمان خودم هم کم شده است. موسوی همسایه مردی میان قد ریش سفید دست و پسی پشت به فرجه قدم نهاده نزد ما آمد. کمپیر او را هم با چهره کشاد و سخنهای شیرین پذیرفت. محرم، تو آدمی بروزی هستی. با ما سلام کنان آواز مرغوله‌دارش را بلند کرد موسفید. دستیارهای بی‌منت یافته‌ای. و دمی بلای و نسیم ذهن ماند و تحسین آمیز لقمه پرتاف. بچه لای اول جناب کردی کو؟ نسیم دم نزده تنها تبسم کرد. در مکتب لایگری میخوانی؟ نه، جواب داد نسیم و خندید. در مکتب لای جمع کنی؟ پیچینگ زد حکمت. خیر، این هنر از کجا یاد گرفتی؟ شوپه آمیز به نسیم نگریسته با شکرخند پرسید موسفید. خود از خود آدم این خیل لایگری نغز نمی شود. در صغیر خانه بابا؟ پس از چند خاموشی جواب داد نسیم و افسود. روزهای تعطیل تابستانه به کمپیر و موسفیدهای شناس کم کم یاردم می کردیم. آنجا بابا آدم هر خیل هنر را یاد می گیرد. ها، رموزگرانه ولی حیرت آمیز ندا کرد موسفید و لبهای شیرازداری جیلکش را برداشته به لاکیش خست و انداو چوب را با نیم ستیل آب گرفته با زینه اندیشمند بالای بام برآمد. من مثل آدمی سرمازده کرخ شدم. بدنم را سردی، درسترش رعشه فرا گرفت. نگاهم را از نسیم که تبسمی ازلی در لبانش سیر داشت گریزاندم. نسیم به ستیل لای پر می کرد. من آن را برداشته تا تگی پاریسه می بردم و به چنگکی سری ارغمچین اندرمون می کردم. حکمت لافزنان زور زده ستیل را کشیده بالای بام می برآورد و برده پیش موی سفیدی
اندوهگر میریخت. پیرزن در اطراف آتشدان مثل گهواره جنبانک جنب و جول داشت. پس از 2 ساعت اندوه بم انجام یافت. محرم 3-4 سال دیگر بم اندوه نکنی هم می شود. لبی بم راست ایستاده قناعتمند گفت موی سفید. لای نه، موم است. نقص تونو کش کردم. محاباد نه. هینی برف و باران یک قطره آب چکد من زامین. و به گوشه چشم به لای خانه نگریسته ندا کرد. اوه باز لای مانده است کو؟ اینش هم در کار می شود. روی صوفه و الاوخانه را رخت می کنم. خوشحالانه گفت کمپیر و به نسیم نگریسته پیچی را زد. صدقه دستکات بچه‌ای، امسال به جان من تنکار شدی. لبیجوی که از سرگه کو مثل ارغمچین سفید پیچتاب خوران خمیده بین دیه با شور و ولوله پریشان می شد و در شفت هر حولی از ناودان می ریخت، دست و پایهای لای آلودمان را شستیم و عزمی رفتن کردیم. های 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 های، به هیچ کجا نمی روین. کمپیر استراب آمیز به نسیم نگریست. او تو چی خیل آدمی؟ که همه درویدی، هیزم آوردی، بوم کلبه ها را انداوه کردی و یک بار در آمده لبی نانم نمیشکنی. به خدا خفه می شوم. برای این ملخ باشد بس. کنایه آمیز گفت حکمت، اما کمپیر به گپ او اعتبار نداد و از بند دست نسیم داشته سوی حجره کشاله کرد. نانی تیار نخورده نغز نی بچه ها. ریشش را با شانه چوبین شانه زنان گفت موی سفید. کمپیر غریب از سحر باز جنب و جول داشت. خفه می شود. وقتی ما به حجره وارد شدیم، مامای مرهم با چالاکی غیر چشم داشت جا جا روی یک اندازها بالشت می گذاشت. نسیم هیکلوار راست ایستاده صورتها را تماشا می کرد. اوه، تمام ناز و نعمت دنیا مهیا کو؟ ندا کرد حکمت و از بالا گذشته کج پهلو و پیچینگ زد. با پسری رئیس ملخ با من و تو تناول خوراک نقد است، نیم؟ من هم به صورتها چشم دواندم. یک باری دیوار را عکس های خرد و کلان، ریشدار و بیریش جوانی جنگلموی آرام می داد. او گاه در حلقه دخترها هنگامی خنده، گاه خودش تنها سیگارت در لب، ولی در همه حالت چهره و نگاهش فارغ بال، شاد و مسرور است. صورتهای ربی جونم. آواز پیرزن ارنگی به گوشم رسید. بچه بی پروا، صورتهاش به من مانده رفته است. کی دانه که جگر آچش برای او شب و روز داغ است. گاه گاه از علم با صورتهاش جنگ و گیله می کنم. خیر بچه های جون بشینین. نسیم گویا از بیمداری یارای جنبیدن نداشت. وی از همه پایین مثل جوال خالی روی کرپچه نشست. از چی باشد وجاهت او تماما تغییر یافت. لبانش پیر پیر می پریدند. دل من هم فشرده شد. شاید او نیز مثل من حالا درباره پکنه پسری مامای محرم
و باز جوانهایی که به شهر رفته دیه مادر و پدری پیر، زن و فرزندانشان را از یاد برآورده آواره می‌گردند به خیال رفته باشد. مامای محرم طبق آش را که بالایش دو مرغ لاله برگ بر این سرخ می ایستاد و بوی زیره و قلمفورش در فضای خانه می پیچید آورده بین دسترخوان نهاد و شادی آمیز گفت: مرحمت بچه های شیرین، شما بخورین و من تماشا کنم، حواسم بشکنه. کی می دونه که حاضر صغیره من در کجاست و چی حال دارد؟ چند وقت باز ناآمده است. های های های، برای آدمی دنداندار راحتی جان بوده است. حسرت آمیز پیچی راست زد موی سفید. نسیم با سری خمیده خاموش می ایستاد. هنوز هم با گوشه چشم دوزیده به صورت ها می نگریست و مثل صاحب خانه به طبق نظر فریبانه دست دراز می کرد. در کار ترنگ و در خوراک خوری بزیلند بوده اید بچه ها. هزلامیز ایراد گرفت موی سفید. در سین سال شما یک لگن پلاو خودم تنها می خوردم. اینها همه خیلی ناشد. نوالش را به زور فرو برده خیری آواز برآورد حکمت و شیرین کارانه افسود: این گرنگ ها غوثی کار را می کنند و تونوکی نان را. این هم همت جوان مرد است. ریشش را هلال کشیده گفت موی سفید. لیکن از تماشای صورت هیچ چیز نمی رسد. به خوراک نگرید. شامگاهان هنگام خیر و خوش مامای محرم به هر یکی ما دست روی مالی بخشید. از من پیر تبرکی گفت و گاه موی لب‌های بزیبتونه تازه میکنین و منی تنها و در حسرت روی پسره به یاد میارین. صغیری نامرد های جگر کبابم کرد. خیر، خدا نگهدارتان باشد. تمام راه نسیم مثل آدمی کار و گنگ خاموش و سرکشال، غمگین، خاطر پریشان و اندیشمند آمد. شاید کنایه های حکمت به دلش نغنجیدند. من هم اکنون در دل باری گرانی داشتم. چند مراتبه عزم کردم که سخنی گویم و دل خالی کنم، اما نتوانستم. درسترش جرأتم نرسید. آخر یک سال رسا من هم قطار دیگران بارها به زخم دل این بچه بی آزار که بی پدر و مادر دست پروری یتیم خانه بوده است خنجال زده ام و او جوابی نداده است. نه، او به حال من، به حال دیگران هم تبسم تلخ، خنده های گریه آلود و پردرد کرده است. و کنون آن تبسم و خنده ها مثل ضربه های سخت عذاب آور بودند و مرا زیر بار گران گناه و شرم می گذاشتند. آدم وقتی که گناه خود را حس می کند، وقتی که از کردارش شرمسار می شود و به چشمان بیگناه شخصی تحقیر شده نگریسته نمی تواند، بی نهایت عذاب می کشد. در آتش افروخته خودش می سوزد. بی پروا کوتاه اندیش بوده ای، ملامت آمیز
گفتم به خود. اکنون علاج یافته، بخشش پرس. بچه ها حالی پسر رئیس را نپرسید، بوب شد. همین که به نزد خیمه ها رسیدیم بیغمانه قاه قاه خندیده ندا کرد حکمت لندهور. بینید حتی نفسش نمی براید. آخر روزی دراز خر بر این کار کرد و یک تینی زردک فایده نگرفت. همه تمسخرآمیز خندیدند. بعضی ها از بیبراری نسیم شاد گشتند. اما او خسته حالانه ولی تبسم به لب روی کد دراز کشید. شب من میژه ته کرده نتوانستم. نسیم هم پیوسته پهلو میگشت و نفسی چقور میکشید. سحر وقتی که با اکی لطیف خیر خوش کردیم و به ماشین سوخوز که ما را تا مرکز ناحیه می برد سوار شدیم، نسیم کت سفریش را به من سپارید و التجا آمیز پیچی راست زد. آشنا، این را برده به بابای زنبور سپرد. از نام من البته سلامش رساند. وی چشمانی خسته و از غایت بیخوابی سرختابش را معنی دارانه به من دوخت و تبسم کنان افزود. احوال خودت دیدی. من 4-5 روزی دیگر در خانه کمپیر می ایستم. های کنید. آواز دغلی سهراب که همچون راهبری گروه در پهلوی شافیر می نشست مثل غینگاس پشه فصل تیرما گوشم را خراشید. معطل هر مردکاری از خانه پدر بیزار استادن شرط نیست. ماشین نالای بدردی کشیده تکان خورده به راه در آمد و گردی خاک به هوا خیست و از پس پرده سفید تاب چنگ پیکر نسیم و اکی لطیف ارنگ پدیدار شد. آنها در تگی چنار رو به آفتاب ایستاده به ما می نگریستند. خیر، راه سفید بچه ها. دستش را برداشته و الوانش داده با آواز لرزان فریاد زد نسیم. هر قدر ماشین با راه پرپیچ کوهستان نالش کنان خزیده بالا می رفت، دل من از علم و خجالت لبریز می شد و می خواستم هرچی تیزتر این قصه را به رفیقان مثل خودم دلناشناس و بی‌درد بگویم و بگویم. شما از برنامه تازه انگارها گفتار 17 آخرین را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک‌ها شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، کارگردان برنوی نظام. تنصیحت و خانه آباد باشد.